خدا کسی را مهمان کنه چقدر عزیز میگرداند. الله وقتی یک بنده را مهمان بکنه او خیلی عزیز خود میگرداند، مقرب میسازد. در حدیث وارد شده که حضرت موسی به پروردگار عالم میگه خدایا اون انسانی که آخرین لحظه از جهنم تو نجات پیدا میکند و وارد بهشت میشود چگونه انسانی است؟ آخرین انسانی که وارد بهشت میشود کیست؟ آخرین انسان الله به موسی میگه یک فردی است وقتی او از جهنم نجات میدم روی خود را به جهنم میکند، میگه من حمد خدا را به جا میارم که خدا از تو مرا نجات داد. بعد به الله عرض میکند خدایا کجا برم؟ کجا برم؟ میگه برو داخل بهشت. وقتی بنده پا میگذاره داخل بهشت میبینه که جایی برای انسان در بهشت وجود ندارد، فکر میکنه بهشت پره. پس بیرون میشود میگه خدایا بهشت که پر شده جایی برای من نیست. الله میگه بنده من آیا به اندازی پادشاهی بزرگترین پادشاهی دنیا میخواهی برای تو بدم؟ بنده میگه خدایا تو رب العالمینی مرا مسخره میکنی. چقدر انسان عزیز خدا میشود، چقدر انسان با خدای خود ارتباط برقرار میکند. این گفتگوی خودمانی را بنگرید که بنده به خدا میگه خدایا مرا مسخره میکنی. خدا با بندگانش این گونه خودمان میشود که بنده در برابر پادشاهی بزرگ استاده میشود، میگه خدایا مرا مسخره میکنی. بهشت جایی برای من نیست، تو میگی به اندازی پادشاهی بزرگترین پادشاهی دنیا میدهم. الله میگه 2 برابر. بنده تعجب میکند. الله میگه 3 برابر. الله میگه 4 برابر. بنده میگه خدایا راضی شدم. الله میگه 10 برابر. برو در بهشت 10 برابر پادشاهی دنیا برای توست. خدای بندگانم عاشق تویند که میگریند. خدایا همه این جمع را به بهشت برسان. خدایا این بهشت تو چقدر زیباست. خدا بنده نوازی میکند. این خداست رب العزت و الجلال، اینقدر بندگان خود را نوازش میدهد. این بهشت، این پروردگار که چنین عزت برای بهشتیان میده. جنات عدن يدخلونها، جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من اساور. وقت بندگان خدا وارد بهشت میشوند، يحلون فيها من اساور، چوری های من ذهب و لؤلؤ طلایی به دست بندگان بهشتی می شود. و لباسهم فیها حریر، لباس ابریشمی به تن بندگان خدا می شود.
بعد پروردگار عالم گفتنش خیلی سخته، میفرمایه که در این حالت و سقاهم ربهم شرابا طهورا، الله خودش بندگان خود را شراب می نشاند. این خیلی زیباست. خدایا ساقی ما هستی. خدا خودش می آید و سقاهم ربهم شرابا طهورا، الله شراب طهور می نشاند بندگانش را. خدا پروردگار عالم، خود ملک الملوک، خدایا تو شراب می نشانی ما بندگانت را، شرابا طهورا، شراب پاک، شراب بهشتی. الله میگه من با دستانم شما را می نشانم. این الله رب العزت و الجلال عزیزان من که ما را نوید می بخشد، همه ما و شما را پروردگار عالم امید می بخشد. اجمعا صلوات بلند. بالاتر از همه جنت الفردوس پروردگار. پیامبر می فرمایند وقتی از الله تقاضا می کنید خدایا بهشت، جنت الفردوس را تقاضا کنید. این جنت الفردوس کجاست؟ پیامبر می فرمایند و اعلی الجنه، بالاترین بهشت جنت الفردوس، و فوقه عرش الرحمن، سقف این بهشت فردوس عرش خدایه. خدایا چی می شود آن روزی که در بهشت و در جنت الفردوس قرار بگیریم، سر خود در بالا بکنیم، سقف خانه ما عرش تو باشد. سقف خانه ما عرش تو باشد. ای الله، خدایا این خیلی زیباست. در بهشت در کنار پیامبرت باشیم، سر بالا بکنیم، عرش تو را ببینیم. و بالاتر از خود بهشت، بالاتر از جنت الفردوس، زمان است که رب العزت پرده بر می دارد و بندگان خدا رب خدا را مشاهده می کنند. رب العزت و الجلال را تماشا می کنند. با دیدار خدا بهش فراموش می شود. وجوه یومئذ ناظره، روحا تر و تازه و تابانه، الی ربها ناظره، الله خدا را تماشا می کنند، پروردگار خدا را می بینند. در بهشتی الله، در مهمان سرای خدا الله منو تو مهمان می کند تا پرده را بردارد، جمال خدا را برای بندگانش نشان بدهد. من و شما به چنین روزی ایمان داریم و باور داریم و عقیده داریم عزیزان. نباید در دنیا امراض، مصایب، بلاها من و شما را از پا در آورد. ما باید خوش باشیم به فضل رحمت پروردگار عالم. خدا خودش آماده می کند این بهشت را برای من و تو. به این بهشت باید خیلی خوش باشیم. خوش باشیم اون لحظه‌ای که رب العزت پرده بر می دارد، میگه بندگان رب العالمین را مشاهده بکنید. خدایی که مالک بهشته، الله میگه مر مشاهده بکنید. با دیدار خدا همه چیز فراموش می شود. شراب بهشت، میوه های بهشت، حوران بهشت، فقط بندگان مبهوت می شوند به دیدار رب العزت و الجلال. خدایی که زیباست، خدایی که دارای جمال، خدایی که دارای کمال. بندگان خدا خدای با جمال و با کمال خدا رو میبینن. گویی بهشت میوزد،
زمان انسان میخواهد داخل بهشت بره، قلبش باید یک بهشت باشه. و امروز قلب ما و شما بهشت دل شده و بوی بهشت میوزد. به این بهشت رب العزت امید داشته باشیم، خوش باشیم که پروردگار عالم بندگان خود در بهشت نوازش میده.